هذا النور شفاء صدور. قصه واخوری حضرت موسی علیه السلام با خوجه خضر. دوستان و برادران و خواهران مهربان، در گوش کردن این موضوع با دقت باشید، زیرا اکثریت مردم نمیدانند که خوجه خضر کیست. روز در بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السلام پرسیدند: داناترین انسان کیست؟ حضرت موسی علیه السلام گفتند: من از همه داناترم. در این هنگام خداوند به حضرت موسی علیه السلام مراجعت کرده و گفت: ای موسی، خوجه خضر از تو دیده دانشش بلندتر است. در این هنگام حضرت موسی علیه السلام از خداوند طلب می کند که با خوجه خضر ملاقاتش را میسر بگرداند تا از خوجه خضر تعلیم علم بگیرد. حضرت موسی علیه السلام با خوجه خضر واخوری می کنند و می گوید که من می خواهم که از تو تعلیم علم بگیرم. خوجه خضر باشد به حضرت موسی علیه السلام می گوید: تو در نزد من طاقت علم آموختن را نداری. حضرت موسی علیه السلام گفت: من طاقت می کنم. خوجه خضر به سوی حضرت موسی علیه السلام گفت: من هر کجایی که سفر می کنم تو را همراه خودم می برم، اما شرط من این است که هر کاری را که من می کنم تو خاموش می استی و چیزی نمی گویی. حضرت موسی علیه السلام راضی شدند و به سفر برآمدند. وقتی که به سفر برآمدند به یک کشتی سوار شدند و راننده کشتی خوجه خضر را با حضرت موسی علیه السلام به پل سوار کرد. خوجه خضر باشد یک آهنی را گرفته و یک تخته کشتی را شکست. حضرت موسی علیه السلام گفت: ای خضر، صاحب کشتی ما را به پل سوار کرد، پس تو برای چی کشتیش را باز میشکنی؟ خوجه خضر گفت: من به تو گفته بودم که هر کاری را که من میکنم تو خاموش میستی. حضرت موسی علیه السلام بخشش پرسیدند و سفرشان را باز دوام دادن گرفتند. وقتی که از کشتی فرآمدند به یک گروه از کودکان وا خوردند. خوجه خضر باشد سر یکی از کودکان را از تنش جدا کرد. حضرت موسی علیه السلام باز خوجه خضر را نصیحت کرده و گفت: چرا که کودک بیگناه را کشتی؟ خوجه خضر باشد حضرت موسی علیه السلام را باز سرزنش کرده و گفت: من به تو گفته بودم که چی کاری را که من میکنم تو خاموش میستی. حضرت موسی علیه السلام بخشش پرسیدند و سفرشان را دوام دادند. عاقبت به یک دهه رسیدند و از مردم آن دهه طعام خوردن طلب کردند، اما مردم آن دهه به اینها چیزی ندادند. در آن دهه یک دیواری بر گرفته و کجی را دیدند. خوجه خضر آن دیوار کج را از سر نو راست کرده و تعمیر کرد. حضرت موسی علیه السلام گفت: ای خضر، مردم این دهه برای ما یگام چیز خوردن ندادند، اما تو باشی بر زمین همه این دیوارشان را راست میکنی. یعنی سرزنشش کرد. خوجه خضر گفت: ای موسی، من به تو گفته بودم که تو صبر و طاقت نداری. باز حضرت موسی علیه السلام بخشش پرسیدند. خلاصه خوجه خضر آن کارهایی را که در سفر کرده بود سببش را به حضرت موسی علیه السلام گفت. کشتی را برای آن شکستم که در راه یک پادشاه ظالمی بود که اگر کشتی های نو را بیابد برای خودش میگیرد. از این سبب من کشتی را شکستم تا آن پادشاه کشتی آن را نگیرد. سبب کشتن آن کودک این بود که اگر آن کودک را نمی کشتم پس آن کودک در آینده یک شخص بد و ناخوب می شد. از این خاطر کودک را کشتم تا در آینده به مردم ضرر نرسانند. و دیوار آن دهه را برای آن راست کردم که در زیر آن دیوار خزینه پنهان بود که آن خزینه ها از کودکان یتیم بودند. اگر آن دیوار چپه و ویران می شد پس مردم آن خزینه را می یافتند و یتیمان گرسنه می ماندند. از این خاطر دیوار را از نو تعمیر کردم که تا کلان شدن آن کودکان یتیم خزینه را کسی نیابد. خلاصه حضرت موسی علیه السلام در نزد خوجه خضر تعلیم علم گرفت و از هم جدا شدند. قصه حضرت موسی علیه السلام با خوجه خضر در قرآن سوره کهف
از آیت 65 سر می شود. عزیزان دل، شاید برای شما کی بودن حضرت خوجه خضر معلوم نباشد. پس هر سالی که نسبت تاریخ خوجه خضر اگر نافهمو باشد، مرحمت در سیر مراجعت کنید. البته ما برای شما معلومات دقیقی پیشکش میکنیم. باقی خدا حافظ. دوستان این ویدیو را نشر کنید، شاید به سبب نشر شما در دل کسی تأثیر کند در ثواب شریک شوید. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید یک سخن خوب را به مردم رسانیدن صدقه جاریه است. بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ